سلام و درود دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. این اولین ویدیو این کانال است و قراره امروز راجع به این که چی شد که من کانال یوتیوب زدم و قراره تو این کانال چه جور ویدیوهایی آپلود بشه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. همونجوری که بهتون گفتم قرار امروز تو این ویدیو راجع به این که چی شد که من کانال یوتیوب زدم ما هم دیگه صحبت کنیم. ببینید همین چند وقت پیشا بود که با رفیقم حوصله‌مون سر رفته بود. بعد بهم گفتش بیا بریم قدم بزنیم. رفتیم حوصله‌مون سر رفت، یه جا نشستیم. بعد گوش شد با چند تا ویدیو فام بهم نشون داد. بعد حرفش افتاد که چی میشه مثلا ما هم از این ویدیوهای فام بسازیم و مردم خوشحال کنیم از این جور حرفا، که اولش من مخالفت میکردم و گفتم نه بابا کی وصل داره. بعد گذشت بعد آخرم راضی شدم که این کانالو بزنم و اسم این کانالم هست dr.puriax. و حالا جدا از اینه من قبلا یه کانال روبیکا داشتم که توش همینجوری فعالیت انجام میدم، ویدیوهای فان. بعد فالوورای خودم داشتم، نزدیک 3000 تا این فالوور داشتم که ویدیوهام خوب ویو میخوردهش. مثلا ویو میانگینش نزدیک یه کاینا ویو میخوردهش، لایکاش هم همونقدر، مثلا 800 تا این لایک میخورد. بعد سر حالا یه قضیه، یه تصادفی گوشی من شکست و بعد از 6 ماه من دوباره گوشی ما خریدم. با خوشحالی اومدم. بعد گفتم دوباره فعالیتم شروع میکنم. بعد دیدم نه، یه ویدیو گذاشتم دیگه، نه فالوورای قدیمی دارم نه هیچی دیگه، نه حوصله‌شو داشتم نه هیچی از اول برم دوباره شروع کنم. بعد الانم که اینجا. موضوع بعد راجع به این قراره چه سبک ویدیوهایی در این کانال آپلود بشه. برای این مثال گیم، ولاگ یا فان یا چالش از اینجور چیزاست. ببینید من از همه اینا برای سرگرم کردن شما استفاده میکنم و برای ویدیو بعدی من گیم رو انتخاب کردم که برای سرگرم کردن شما و از بین بازی‌های گاد آف وار، جی تی ای، اویل 2 یکیشو انتخاب میکنم و گیم پلیشو براتون میذارم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.